کی فکرشو میکرد بعد از حضور تاکسی‌های اینترنتی در ایران شغل رانندگی تبدیل بشه به یکی از اصلی ترین مشاغل مردم؟ در حال حاضر بیشتر از 10 میلیون راننده توی پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی دارن فعالیت میکنن، چه تمام وقت چه نیمه وقت. بیشترین سهم از تعداد راننده ها هم متعلق به اسنپه. اگه توی ناوگان تاکسی‌های اینترنتی در حال فعالیت هستید یا قصد دارید که عضو بشید، قطعا این سوال براتون به وجود اومده که آیا کار کردن با ماشین میصرفه یا نه؟ قراره با هم دیگه بررسی کنیم که یه راننده چقدر میتونه درآمد داشته باشه، چه هزینه هایی داره، اصلا کار کردن برای شما مناسب هستش یا نه. سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال خودتون. طبق روال سالهای گذشته تصمیم گرفتم که ویدیو کار تو اسنپ میصرفه برای سال 1404 رو براتون آماده کنم. هرچند تقاضا برای ساخت این ویدیو هم چند وقت اخیر یه خورده زیاد شده بودش. خواستم بگم که کامنت های شما همینقدر ارزشمنده برام و تک تک کامنتاتون رو میخونم. بریم سراغ اصل ویدیومون. سوال اول اینه که درصد کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی چقدره؟ یعنی هم اسنپ و هم تپسی. کمیسیون اسنپ توی 5 تا استان تهران، البرز، اصفهان، فارس و خراسان رضوی 15%. توی مابقی استان‌ها هم اسنپ از راننده‌هاش 20% کمیسیون دریافت میکنه. در مقابل اسنپ یعنی تپسی دومین پلتفرم تاکسی اینترنتی ایران توی تمام استان‌ها 15% کمیسیون میگیره. بریم سراغ بخش بعدی ویدیو که خیلی هم بخش مهمی هستش. یه راننده تو هر ساعت چقدر میتونه درآمد داشته باشه؟ درآمد تاکسی‌های اینترنتی به عوامل خیلی مختلفی بستگی داره. یعنی اینجوری نیستش که مثلا بیام بهتون بگم اینقدر میتونه توی هر ساعت درآمد داشته باشید. حالا چه عواملی روی درآمد راننده ها تاثیر میذارن؟ اولین مورد مسافت سفره. هر چقدر مقصد شما دورتر باشه طبیعتاً کرایه بیشتری دریافت میکنید. دومین مورد مدت زمان سفره. اگه توی ترافیک سنگین بمونید هزینه سفر بیشتره. سومین مورد میزان عرضه و تقاضا. بستگی داره که توی چه ساعتی دارید فعالیت میکنید که توی اون ساعت چند تا راننده آنلاینن و فعالن و چقدر مسافر وجود داره. مورد بعدی نوع خودروتونه. اگه ماشین مدل بالایی داشته باشید میتونید مثلا عضو VIP این پلتفرم ها باشید. و مورد آخر شرایط آب و هواییه. اگه بارون باشه، اگه برف باشه، قیمت کرایه ها میره بالا. با توجه به تمام مواردی که بهش اشاره کردم پس نمیشه ما بیایم یه رقم ثابتی رو بگیم. اما اگه بخوام این مبلغی رو به صورت میانگین بهتون بگم، یعنی نه اونقدر بالا بگم نه اونقدر پایین بگم، یه راننده اسنپ یا یه راننده تپسی میتونه توی هر ساعت 130,000 تومان کار کنه. کمیسیون هم کم شده. از اون طرف طرحهای تشویقی هم که در نظر میگیرن رو حساب نکردم. این مبلغی هم که دارم بهتون اعلام میکنم از 3 تا راننده پرسیدم. تا اینجای ماجرا فهمیدیم که درآمد یه راننده چقدر میتونه باشه. اما میرسیم به بخش اصلی ویدیو، یعنی دغدغه راننده ها، هزینه هایی که دارن. طبیعیه که وقتی روزی 8 تا 10 ساعت بخوایم با ماشین راه بریم، با ماشین کار بکنیم، هزینه های زیادی هم رو دستمون میذاره. عوامل مختلفی هستش که روی هزینه های هر راننده میتونه تاثیرگذار باشه. مثلا نوع ماشین، نوع رانندگیتون، سال ساخت ماشین و محل فعالیتتون. در کل من تصمیم گرفتم مخارج یه ماشین عادی مثل تیبا و کویک توی شرایط نرمال، یعنی آب و هوا نه اونقدر گرم باشه نه اونقدر سرد باشه، از طرفی راننده هم روزی 8 تا 10 ساعت بخواد کار بکنه رو محاسبه کنم. توجه داشته باشید که قیمتایی که الان دارم بهتون میگم برای فروردین سال 1404. در کل راننده هایی که توی تاکسی های اینترنتی دارن فعالیت میکنن 5 نوع هزینه دارن: هزینه های روزانه، هزینه های دوره‌ای، هزینه های سالانه، هزینه های تعمیرات و هزینه های غیر قابل پیش بینی. اولین مورد هزینه های روزانه است. کلا راننده ها یه دونه هزینه روزانه دارن که هر روز باید بابتش پول پرداخت کنن، اونم بابت هزینه سوختشونه. اگه در نظر بگیریم وسیله نقلیه ما توی هر 100 کیلومتر 7 لیتر بخواد بسوزونه، همون ماشین نرمالی که دارم راجعش صحبت میکنم مثلا تیبا و کویک، و راننده ما بخواد روزی 300 کیلومتر با ماشینش راه بره، یعنی 21 لیتر مصرف بنزینشه. یعنی با بنزین 3000 تومانی امروز در روز میشه 63,000 تومان پول سوخت یه راننده. اگه هم وسیله نقلیه ما گازسوز باشه، به اصطلاح CNG باشه، نهایتا میخواد 15-20,000 تومان هزینه سوخت شما در روز باشه. هزینه های روزانه ما تمام شد. بریم سراغ بخش بعدی، یعنی هزینه های دوره‌ای. اولین هزینه دوره‌ای بابت روغن و فیلتر هاست. معمولا هر 5000 کیلومتر باید روغن ماشین راننده ها عوض بشه که جدا از روغن، فیلتر هوا، فیلتر روغن و صافی بنزین هم عوض میشه. هزینه این
اینم توی هر سرویس برای ماشین‌های ایرانی در حال حاضر دور و بر 1 میلیون تومان میشه. دومین هزینه دوره‌ای بابت روغن گیربکسه. هر 40,000 کیلومتر باید روغن گیربکس ماشین‌های دستی عوض بشه که برای اینم در نظر میگیریم 700,000 تومان. هزینه دوره‌ای بعدی بابت لنت ترمز جلو و عقبه. مصرف لنت خیلی بستگی به ترافیک و نوع رانندگی شما داره، اما بخوایم میانگین در نظر بگیریم تقریبا توی هر 3 ماه باید لنت چرخاتون رو عوض کنید. هزینه اینم در نظر میگیریم 1,500,000 تومان. هزینه دوره‌ای بعدی بابت شمع موتوره. شمع موتور هم تقریبا هر 40-50,000 کیلومتر باید عوض شه که یه راننده‌ای که روزی 300 کیلومتر با ماشینش راه بره تقریبا سالی 2 بار باید شمع ماشینش رو عوض کنه که برای اینم دور و بر 1 میلیون تومان در نظر میگیریم. هزینه دوره‌ای بعدی بابت تسمه هاست، یعنی تسمه تایم، دینام و کولر. یه راننده شاید بخواد سالی 2 بار این تسمه هاشو عوض کنه که برای اینم در نظر میگیریم 3 میلیون تومان. و آخرین هزینه دوره‌ای میشه بابت هزینه‌های متفرقه. ضد یخ بریزی تو ماشینت، لامپای ماشینت مثلا سوخته بخوای عوض کنی، تیغه برف‌کنت رو عوض کنی، برای اینم در ماه در نظر میگیریم 1 میلیون تومان. بریم سراغ هزینه‌های سالانه، یعنی سالی یه بار قراره کلا این هزینه‌ها رو انجام بدیم. اولین مورد بابت بیمه شخص ثالثه. باز به این موضوع برمیگرده که چند درصد تخفیف بیمه دارید، ولی ما میانگین در نظر میگیریم سالی 6 میلیون تومان. دومین هزینه سالانه بابت خرید لاستیکه. راننده‌ای که روزی 300 کیلومتر راه میره دست کم سالی 2 جفت لاستیک نیاز داره که برای اینم در نظر میگیریم 7 میلیون تومان. هزینه سالانه بعدی بابت خرید باتریه. اگه بخوایم باتری خودمون رو بدیم و یه باتری نو بگیریم تقریبا 1,500 برامون تو سال خرج داره. و هزینه سالانه آخرم بابت معاینه فنی، عوارض و مالیاته. برای این موردم توی سال در نظر میگیریم 2 میلیون تومان. هزینه‌های سالانه تموم شد، حالا بریم سراغ هزینه تعمیرات. منظور از هزینه تعمیرات، تعمیر موتور، گیربکس، جلوبندی و برق ماشینه. باز هم این هزینه‌ها رو اصلاً نمیشه محاسبه کرد، چون سال ساخت و مدل ماشینتون، نوع رانندگیتون و رسیدگی راننده توی این مورد تاثیر مستقیم داره. اما اگه بخوام توی خوشبینانه ترین حالت بهتون بگم، یعنی مثلا یه ماه بری بولورینگ چرخت رو عوض کنی، یه ماه مثلا بری یه تنظیم موتور بکنی، دست کم تو هر ماه باید 2 میلیون تومان در نظر بگیریم. و آخرین هزینه‌ای که برای راننده ها وجود داره که خیلی هم مورد بدی هستش، هزینه‌های غیر قابل پیش بینیه، مثل تصادف و یا جریمه. من برای این بخش هیچ مبلغی رو در نظر نمیگیرم، چون این مورد خیلی بستگی به خود شما داره. ممکنه یه نفر تو سال یه بار جریمه شه، ممکنه یه نفر هر هفته جریمه بشه. پس این مورد رو باید با توجه به شرایط خودتون محاسبه کنید. الان که تمام هزینه‌های یه ماشین رو بهتون گفتم، چه از هزینه‌های روزانه تا هزینه‌های سالانه، می‌خوایم با هم محاسبه بکنیم که یه راننده چقدر خرج داره. در نظر بگیرید که یک سری از این مبلغایی که من گفتم روزانه بودش، یک سری از این هزینه‌ها سالانه بودش. من اومدم همه اینا رو محاسبه کردم. میخوام بهتون بگم که تو روز یه راننده باید چقدر پول بذاره کنار برای خرج ماشینش. میانگین تمام مخارجی که بهتون گفتم برای یه راننده‌ای که بخواد روزی 8 تا 10 ساعت با ماشینش کار کنه، در روز باید 250 تا 300 هزار تومان بذاره کنار. مرسی تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگه براتون مفید بود ممنون میشم برای حمایت کردن از من لایک کنید. بریم سراغ بخش مهم ویدیو. میانگین درآمد یه راننده چقدر میتونه باشه؟ الان که میدونیم اسنپ و تپسی چقدر کمیسیون میگیرن، در ساعت چقدر میتونیم درآمد داشته باشیم و مخارجمون چقدره، به راحتی میتونیم محاسبه بکنیم که چقدر میتونیم درآمد داشته باشیم. ما در نظر میگیریم که یه راننده بخواد روزی 8 ساعت توی پلتفرم تاکسی اینترنتی فعالیت بکنه، یعنی 8 تا 130 هزار تومان که میشه روزی 1,040,000 تومان. حالا میایم این 250,000 تومان خرج روزانه رو از 1,040,000 تومان درآمدی که داشتیم کم میکنیم. در نهایت درآمد خالص یه راننده‌ای که روزی 8 ساعت توی پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی کار بکنه توی سال 1404 میشه 790,000 تومان. اگه 30 روز تو ماه کار کنه دور و بر 24 میلیون تومان در ماه به صورت کاملا خالص براش میمونه. اگه 20 روز کار کنه دور و بر 16 تومان براش میمونه. رسیدیم به بخش آخر ویدیو که به این سوال جواب بدیم که آیا کار کردن توی تاکسی اینترنتی علل خصوص اسنپ میصرفه یا نه. فکر کنم متوجه شدیم که کار کردن توی تاکسی اینترنتی درآمدش تقریبا با حقوق کارمندی برابری میکنه، شاید یه خورده بیشتر باشه. تفاوت اصلی که وجود داره اینه که اولش یه پول درشتی میاد دستتون، مثلا میری تو روز 1,500 کار میکنی، بعد با خودت میای حساب میکنی مثلا ماهی 40-50 تومن درآمدته. باید اینو در نظر بگیری که اون روز 200-300 هزار تومن رو باید بذاری کنار، چون ماشینت خرج داره. در نهایت این که بخوایم به عنوان یه راننده توی این تاکسی اینترنتی کار بکنیم
یا نه، اینکه برامون بصرفه یا نه، به شرایط خودمون بستگی داره. اگه بخوام کلی بهتون بگم، مثلا یه مدتی بیکارید، هیچ کاری انجام نمیدید، میخواید پول در بیارید، بله خوبه. اگه به عنوان شغل دوم میخوای روش حساب بکنی، مثلا میری محل کار یکی رو ببری، برگشتنی هم یکی رو به خودت بیاری، بله خوبه. اگه دانشجویی زیاد تایم نداری، میخوای یه درآمدی داشته باشی، بله خوبه. اگه نمیخوای آقا بالا سر داشته باشی، اگه دوست داری هر ساعتی کار بکنی، بله خوبه. اما اگه بخوای دائم روش کار بکنی، اما اگه بخوای بیای روی درآمدش خیلی حساب بکنی، اما اگه بیای فکر کنی مثلا قراره ماهی 5 میلیون باهاش در بیاری، نه خوب نیست. میخوام یه ویدیو بهتون پیشنهاد بدم که مزایا و معایب کار کردن توی تاکسی اینترنتی علل خصوص اسنپ رو بررسی کردم. ویدیویی که روی صفحه دارید میبینید میتونه بهتون کمک کنه. مرسی که ما همراه بودید. عاشق شغلت باش، از زندگیت لذت ببر.